خانم بفرمایید. چیز دیگه ای لازم داشتید بگید براتون بیارم. سلام، خوبی؟ آتو خانم چیز لازم ندارید؟ سلام آقا هادی. غذا که ممنون، مثل همیشه عالیه، ولی این کارگر جدیده چرا این شکلیه؟ خیلی ترسناکه، شبیه دزداست. من همش منتظر بودم یه چیزی بدزده. چیو داری نگاه میکنی؟ سرتو بنده پایین، برو میز جمع کن. بدو. خانم چی تو خودت دیدی منو صدا زدی؟ میگم چیه؟ ها، چی میخوای؟ آقا من حرفی نزدم، رفتم بالا میزو جمع کنم، گوشی خانم رو میز جا مونده بود. بفرمایید. آقا ببخشید، واقعا منو بابت حرفی که زدم حلال کنین. خانم شاید قیافه من غلط انداز باشه و شبیه آدمای دزد باشم، اما اون کباب رو میبینید؟ اگه حروم باشه من حتی بوشم نمیکنم. با اجازه.